قرآن رازی رو حل کرد که صدها سال دانشمندان و تاریخ شناسان نتونستن حل بکنن. راز اهارم مصر. چطور سنگ‌هایی به وزن 10 فیل تراشیده حمل و نقل می‌شدن تا به بالای هرم‌ها برسن. به کمک میکروسکوپ‌های الکترونی کشف کردیم که بلوک‌های بالای هرم با بلوک پایین هرم متفاوته. بلوک‌هایی که در بالای هرم هستن در واقع حمل نشدن بلکه پخته شدن. 1400 سال پیش قرآن بدون کمک هیچ تکنولوژی این راز اومده گفته. خدا اشاره میکنه که فرعون به هامان دستور داد که آتشی را برای پختن خاک بسازد تا فرعون را به اندازه کافی بالا ببره تا بتونه خدای موسی رو ببینه. الان تازه موضوع جذاب‌تر هم میشه. موقعی که زبون هیروگلیف رو ترجمه میکنیم مردی رو به اسم هامان پیدا میکنیم که مسئول کارگران حمل کننده سنگ بوده. این متون تازه کشف و ترجمه شده و قدیم کسی راجع بهشون نمیدونسته. نه تنها قرآن گفته چطوری اهارم ساخته شدن، حتی اسم مردی که مسئول کارگران حمل سنگ هم بوده رو گفته. مغز تو هم سود کشید نه؟